سرزمین قهرمانان، سرزمین فدائیان، سرزمین دلاوران، سرزمین کسایی که روز چند اشغالگر و متجاوز را به خاک مالیدیم. ما ملت بی تاریخ شده بودیم، ما ملت بی نام و نشان شده بودیم، ما ملت بی هویت شده بودیم. 24 اسد نقطه آغاز تحول جهانی و غروب آفتاب ظلم و استبداد و تجاوز و تعدی در سرزمین افغانستان عزیز ما. الحمدلله ما قبل از 24 اسد 1400 هجری قمری ما داشتیم در سرزمین افغانستان عزیز ما انواع مفاسد را. من خدمت شما عرض میکنم که اولین مفسده که در طول 20 سال مکمل سرزمین افغانستان ما متاسفانه با او فساد دست پاچه نرم میکرد، او فساد در بارای ملت‌های افکنده بود، فساد اشغال و تجاوز و تعدی و نبود یک نظام قانونمند اسلامی بود که واقعا از این ناحیه مشکلات فراوان را ملت عزیز و سربلند ما دیدند و چشیدند. عزیزان من، هویت ما زیر سوال بود، تاریخ 5000 ساله افغانستان زیر سوال بود. مبارزه مبارزین و آبا و اجداد ما که در برابر شوروی، در برابر انگلیس مبارزه کرده بودند، در نتیجه اشغال پسین متاسفانه که همه ضرب صفر شده بود و ما ملت بی تاریخ شده بودیم، ما ملت بی نام و نشان شده بودیم، ما ملت بی هویت شده بودیم، ما ملت سرنگون شده بودیم، ما ملتی بودیم که در خارج سرزمین افغانستان ما را ملت بی سرزمین، ملت غلام، ملت اشغال شده، ملت زیر استعمار و ملت دقیقا مستعمره فکر می کردم. ابدا فراموشم نمی شود عزیزان من، 17 سال قبل از امروز، زمانی که من در پاکستان کراچی مصروف درس خواندن در درجه سوم بودم، زمانی که من طالب علم زاده یک خانواده علمی، فرزند یک عالم و شیخ الحدیث از یک محیط و منطقه کاملا اسلامی به خاطر فراگیری علوم شرعی رفته بودم. ما در مدرسه از مدارس پاکستانی ها درس می‌خواندیم، چند نفر محدود از افغانی ها بودیم. وقتی که با پاکستانی ها در بسا موارد ما درگیر می شدیم، بسا رقابت های در صنف و در سطح مدرسه می شد، بعد پاکستانی ها ما را طعنه می دادن، می گفتن ای دی بوش زویه، ای بچه بوش، اگر شما عزت داشته باشید، اگر شما نام داشته باشید، بوش متجاوز در سرزمین و در کشور شما چه کاری می کند؟ ما جواب برای گفتن نداشتیم. ولی فراموشم نمی شود در سال 1397 هجری شمسی وقتی که در سفر حج مبارک بیت الله بودم، یک روز از روزها جای مصروف شدیم و اندک دیرتر در حرم شریف به خاطر ادای نماز جمعه رفتیم. یک مردی از سرزمین بنگلادش آمده بود، ظاهرا عالم معلوم می شد. از ما پرسید یا شیخ من این، ای شیخ از کجا هستی؟ من گفتم از سرزمین افغانستانم، من ارض افغانستان. گفت سبحان الله، ارض الابطال والمجاهدین والفدائیین، سرزمین مجاهدین، سرزمین قهرمانان، سرزمین فدائیان، سرزمین دلاوران، سرزمین کسایی که روز چند اشغالگر و متجاوز را به خاک مالیدیم. اما اون مرد با زبان حالش، با زبان قال گرچه مرا تعریف میکرد، اما با زبان حالش مرا توهین میکرد و تحقیر میکرد. ای فرزند کسی که پدران شما، نیاکان شما، آبا و اجداد شما روز اشغالگران متجاوز شوروی را به خاک مالیدین، ای فرزند کسایی که روز اشغالگران انگلیس را به خاک مالیدین، اما شما فرزندان ناخلف در نتیجه محبت دنیا و تن دادن به ذلتتون امروز اشغالگران و متجاوزان آمریکایی ها و جمع ناتو
در کشور شما چه کار میکنن؟ من چیزی برای گفتن نداشتم عزیزان من، برای اشغال هویت ما را، تاریخ ما را، شخصیت ما را، رشادت های ما را، دلیری و شجاعت و فداکاری های آبا و اجداد ما را همه ضرب صفر کرده بود عزیزان من. 24% هویت ما را برای ما اعاده کرد، 24% شخصیت ما را، تاریخ ما را زنده کرد و ما دوباره در تاریخ معاصر به عنوان ملت سربلند، به عنوان ملت آزاد، به عنوان ملت با هویت، به عنوان ملت که سرزمین داریم، آزادی داریم، قلمرو داریم، نظام داریم، دوباره در جهان عرض اندام کردیم و عرضی وجود کردیم. بنابراین عزیزان من 24% همونطور یک تاریخ انقلاب آور و تاریخ فراموش ناشدنی هست. ناامنی های خطرناک قبل از 24 1400 هجری شمسی ما داشتیم، ناامنی های خطرناک و کشنده ای را که طی آماری که در آخرین روزهای دموکراسی و جمهوریت گرفته بودن، تنها روزانه از طرفین درگیر، هم از جناح طالب و هم از جناح دولت، تنها روزانه 300 نفر فرزندان همین سرزمین متاسفانه که قتل عام می شدن. روزانه 300 نفر حد اوسطش، و موارد آمار از این که بالاتر هم می رفت. امروز ما می بینیم که الحمدلله ثم الحمدلله این آمار بسیار بلند و خطرناک و تکان دهنده الحمدلله که سر به صفر نهاده هست و ما در میادین جنگ روزانه شاهد قتل حتی یک فرزند افغان هم نیستیم. الحمدلله.